بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مباحث بسیار زیبا و جذاب قرآنی بحث اقتران و جفت شدن اسماء حسنای الهی هست و خصوصا در انتهای آیات ما میبینیم که الله متعال غالبا در آخر هر آیه دو نام یا صفات خودش را در کنار هم ذکر میکند. در جلسات گذشته توضیح دادم که هر یکی از این اسماء الهی معانی خاص خودش را دارند، یعنی هر اسمی یک معنی خاصی را دارند که متفاوت با اسم دیگر هست. السمیع معنی دیگری دارد، متفاوت با البصیر هست. معنی البصیر با العلیم متفاوت هست. العلیم با الحکیم متفاوت هست. یعنی این که هر یکی از اسماء الله الحسنی و صفات والای الهی یک معنا و مفهوم خاصی و متفاوت با صفات دیگر را دارد. این مطلب رو قبلا توضیح دادم. و وقتی که دو تا صفت یا دو تا نام از نامهای الله متعال در کنار هم به صورت قرین و به صورت جفت استفاده می شود، اضافه بر معنای انفرادی که دارند یک معنای سومی را هم ایجاد می کنند و اینها هم بر اساس حکمت الله متعال هست. در قرآن کریم شما این موارد را بسیار زیاد می بینید. السمیع البصیر در کنار هم اومده، الغفور الرحیم، الغنی الحمید، الخبیر البصیر، الرؤوف الرحیم، الحکیم العلیم، الحمید المجید، العزیز الحکیم، العلی العظیم، الفتاح العلیم و بسیاری دیگر از مواردی که شبیه به این هستند. یعنی اقتران اسماء حسنای الهی و ذکر دو نام به صورت جفت و در کنار همدیگر. عرض کردم که این هم نشانه لطف پروردگار هست و تعابیر بسیار دقیق و زیبایی هست که ما را به یک معنی ثالثی هدایت می کند. سمیع به صورت جداگانه یک معنی دارد، وقتی که بصیر همراهش هست یک معنی دیگر را دارد. عزیز تنهایی یک معنی را دارد، حکیم یک معنی را دارد، وقتی که یک جا می شوند یک معنی دیگری را و یک پیام دیگری را در واقع می رساند. و این پیامها بسیار دقیق و بسیار ریز هستند و دلالت بر کمال و جلال الله متعال می کنند. هر صفتی گرچه به صورت تنهایی معنا و مفهوم زیبایی را دارد،
بسیار والا هست، اما وقتی که با هم میشوند یک بعد دیگری از اقتران این دوتا اسم و دوتا صفت را ما دریافت میکنیم که به تنهایی این معنی را نمیشود احساس کرد. به طور مثال در قرآن کریم میخونیم که العزیز الحکیم. این العزیز و الحکیم دو صفت و دو نام از نامه‌های الله متعال در جاهای بسیار زیادی در قرآن در کنار هم ذکر شدند. خب هر یکی از این اسمها یک معنی خاصی رو دارند. یعنی العزیز دارای صفت عزت هست، یعنی از نام العزیز ما صفت عزت رو دریافت میکنیم و از نام الحکیم صفت حکمت رو ما دریافت میکنیم. هر یکی از این دو موارد دلالت بر این میکنند که عزت الله متعال، عزیز بودن و مقتدر بودن الله متعال در اوج خودش هست و در کمال خودش هست. حکیم بودن و حکمت الله متعال در بالاترین و نهایی ترین درجه هست. اما وقتی که این دوتا با هم آمیخته می شوند و در کنار هم قرار داده می شوند که العزیز الحکیم، عزیزی که حکیم هست، و در کنار هم ذکر می شوند، یک معنی ثالثی را و یک کمال افزون بر اون کمال به صورت انفصال و جدایی را تداعی می کنند و به ما می رسانند. عزتی را که ما می بینیم در دنیا، انسانهایی که عزیز هستند، قدرتمند هستند، شاهانی را که به عزت و قدرت می رسند، چه بسا که این عزت و قدرت اونها را از حکمت و دوراندیشی باز دارد. گاهی وقت شاید دچار غرور بشوند، از بس که غرور دارند به عاقبت کارها نمی اندیشند، به مصلحت کار نمی اندیشند، فقط مغرور قدرت خودشون هستند. و بعضی دیگر حکیمند اما قدرت ندارند. گذشته از این که الله متعال هم عزیز هست و هم حکیم هست و هر یک از این نامه ها صفات جداگانه‌ای را دارند که دلالت بر کمال می کند، وقتی که در کنار هم ذکر می شوند العزیز الحکیم، یک معنی و کمال دیگری را تداعی می کنند. یعنی این که الله متعال در عین عزیز بودن و مقتدر بودن حکیم هست و حکمت الله متعال از روی ذلت نیست، از روی ناتوانی نیست، بلکه حکمت الله متعال همراه با عزت الله متعال، همراه با اقتدارش هست. پس بنابراین هم عزت الله متعال کامل هست و هم حکمت الله متعال. و وقتی که ما میگیم عزیز حکیم یا العزیز الحکیم، یعنی این که الله متعال در اوج عزیز بودن حکیم هم هست و در اوج حکیم بودن عزیز و مقتدر هم هست، که این معنی به صورت تنهایی از عزیز و از حکیم فهمیده نمیشد. در جاهای بسیاری در قرآن کریم میخوانیم که و میبینیم که الله متعال غنی و حمید را در کنار هم آورده. الغنی الحمید، یعنی الله متعال غنی هست، بی نیاز هست و حمید هست، ستوده شده هست. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. سوره لقمان. ان الله هو الغنی الحمید. الله متعال غنی حمید هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما همه تون نیازمند الله متعال و محتاج الله هستید و الله هست که الغنی الحمید هست، بی نیاز ستوده هست. در سوره فاطر آیه 15. و همچنین در سوره لقمان میخونیم که وقال موسی
ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. الله متعال قطعا غنی و حمید هست. پس بنابراین با وجود این که غنی بودن و بینیازی الله متعال در اوجش هست، یعنی الله متعال به هیچ چیزی در هیچ زمان و در هیچ مکانی نیازمند نیست و الله متعال چون که دارای اسماء حسنا و صفات کمال و جمال هست، حمید هست، ستوده شده هست، چون که هیچ گونه نقص و عیب و ایرادی در الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات الله متعال شما مشاهده نمی کنید. الحمد لله رب العالمین، تمام حمد و ستایش مخصوص و ویژه الله هست، آن ذاتی که هیچ گونه عیب و نقصی ندارد. اما وقتی که این دو تا صفت در کنار هم دیگر قرار می گیرند، اضافه بر معنای غنی بودن و بی‌نیاز بودن و حمید بودن، یک معنی دیگری را به ذهن انسان میرساند. یعنی این که شما گمان نکنید که وقتی که شما احساس نیاز میکنید به الله متعال و الله متعال نیاز شما را برآورده میکند و در مقابل شما سپاسگزاری میکنید، الله متعال میستایید، الله را حمد و ثنای الله متعال را به جا میآورید، فکر نکنید که الله متعال الان کامل شد، نیازی داشت برای این حمد و ثنای شما. الله متعال حتی از حمد و ثنای شما هم بی نیاز هست، غنی هست، بی نیاز هست، ستوده شده هست، اما نیازی به ستودن هم ندارد. و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. اگر شما شکر بکنید، حمد و ثنای الله متعال را به جا بیاورید، به نفع خودتون هست. الله متعال به شما بیشتر میدهد و کسانی هم که کفران نعمت میکنند، الله متعال غنی حمید هست. چیزی را که به شما بخشیده، عنایت کرده، نعمتی را که داده، صحت و عافیتی را که داده، اگر شما اصلا شکرگزار هم نکنید، الله متعال باز هم غنی هست. اگر شما الله متعال را سپاسگزاری نکنید، باز هم الله متعال حمید هست، هم غنی هست، هم حمید هست و هم الغنی الحمید هست. در هر صورت الله متعال بی نیاز هست. یا صفت دیگر که بسیار میبینیم که در کنار هم قرار گرفته، صفت العزیز الرحیم هست. در سوره شعراء میبینیم این رو که الله متعال بعد از این که داستانهای پیامبران رو ذکر میکند، بعد از آن این صفت را ذکر کرده که و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو عزیز، مقتدر و رحیم هست. خب عزت الله متعال، اقتدار الله متعال یک معنی خاص هست. رحیم بودن الله متعال یک صفت جداگانه هست. گذشته از این که الله متعال در عزیز بودن خودش کامل هست و در رحیم بودن خودش هم کامل هست، این دوتا صفت را که در جریان داستان پیامبران در کنار هم ذکر کرده، یک معنی خاص دیگری را به ما میرساند. الله متعال عزیز هست، قدرتمند هست، منتقم هست، غالب هست الله متعال بر کافران و دشمنان انبیا، مخالفان انبیا، فرعون را، نمرود را، بقیه مخالفان انبیا را، اقوامی را که ایمان نیاوردند، الله متعال با عزت خودش و با قهر و غضب خودش و با سیطره خودش آنها را هلاک کرد. عزیز هست، اما در عین عزیز بودنش الله متعال رحیم هم هست. این که کافران را هلاک کرده، از یک طرف نشانه عزت الله، نشانه قدرت الله هست که کافران را هلاک کرده،
و از یک طرف نشانه رحمت الله هست نسبت به مؤمنان و انبیاء الهی که انبیاء خودش را با رحمت خودش پیروزی نصیب کرده و آنها را از شر دشمنان و از شر کافران نجات داده. هم عزیز هست در مقابل دشمنان و هم رحیم هست در مقابل دوستان. در عین حالی که با صفت عزت خودش دشمنان را نابود کرده، با صفت رحمت خودش انبیا و مؤمنان را نجات داده. بسیار زیبا و پر محتوا هستند این اقتران و جمع شدن اسماء و صفات الله متعال در یک جا. یا در موارد دیگر میبینیم که الله متعال صفت و نام العزیز و العلیم را یک جا ذکر کرده و این بیشتر در موردی آمده که الله متعال از ملکوت آسمانها و زمین سخن میگوید، از کمال دقت و ظرافتی که در جهان هستی وجود دارد. وقتی که الله متعال سخن میگوید بعد از آن صفت العزیز العلیم را میبینیم که ذکر فرموده. به طور مثال در سوره انعام میخوانیم که الله متعال میفرماید فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس والقمر حسبانا. الله متعال شکافنده صبح است. الله متعال شب را مایه آرامش و محل آرامش شما قرار داده و خورشید و ماه را ابزاری برای حساب و کتاب شما قرار داده. ذالک تقدیر العزیز العلیم. این برنامه ریزی آن اللهی هست که عزیز و علیم هست. یعنی فکر نکنید که این جهان هستی که با این ظرافت و دقت ما میبینیم این یک اتفاق بدون برنامه ریزی هست. نه، پشت سر این تدبیر، پشت سر این ظرافت عزت الله متعال هست، قدرت الله متعال هست که همراه با علم الله متعال هست. بسیار نظام دقیق و عالمانه‌ای رو الله متعال در دنیا برقرار کرده که از ابتدا تا انتها هیچ گونه خللی در آن ایجاد نمی شود. نشانه عزت الله متعال و علم الله متعال هست. یا در سوره یاسین میبینیم که الله متعال میفرماید که و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. این خورشیدی که در طول سال و در طول عمر دنیا در یک مدار خاصی حرکت می کند، این برنامه ریزی و تقدیر اللهی هست که عزیز و علیم هست. یعنی در کمال عزیز بودنش علمش هم کامل هست و در کمال علیم بودنش عزتش هم کامل هست. اگر برنامه‌ای رو مدون کرده، اگر نظامی رو ترتیب داره، این نظام بر اساس عزتش هست، بسیار محکم هست، مقتدرانه هست، بسیار دقیق هست بر مقتضای علم الله متعال. و این یک مورد اتفاقی نیست که خود به خود به وجود آمده باشد، بلکه پشت سر آن عزت و علم کامل الله متعال قرار دارد. و مورد دیگری که در قرآن کریم به آن اشاره شده، موارد بسیار زیاد هست و صرفاً اینها نمونه هست که عرض می کنم، نام السمیع و بصیر هست که در قرآن کریم در کنار هم ذکر شده. و این السمیع البصیر را بیشتر و عموماً الله متعال در جایی ذکر فرموده که پناه جستن از شیطان هست. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر وسوسه‌ای
از جانب شیطان به تو برسد به الله متعال پناه ببر. انه سمیع علیم. الله متعال سمیع و علیم هست در سوره اعراف و همچنین در سوره فصلت. این صفت سمیع و علیم رو الله متعال در مورد پناه جستن از شر شیطان به ما یاد داده که الله متعال سمیع هست، میشنود، و علیم هست، میداند. و جالب این است که الله متعال زمانی که ما رو از شر انسانها برحذر داشته، دو صفت دیگر رو در کنار هم قرار داده. صفت سمیع و علیم نیست، در اونجا سمیع و بصیر هست. در سوره غافر میخوانیم که الله متعال میفرماید که ان الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی فاستعذ بالله. اینهایی که مجادله میکنند، سرکشی میکنند، بر اساس و به خاطر کبری هست که در قلبشون وجود داره، متکبر هستند. فاستعذ بالله اینجا شیاطین انسی هستند. در آیات قبلی که الله متعال فرموده بود که فاستعذ بالله انه سمیع علیم، پناه جستن از شیاطین جنی بود، و در اینجا پناه جستن از شیاطین انس هست، از انسانهایی که شیطان صفت هستند. در اینجا الله متعال میفرماید که فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. الله متعال سمیع و بصیر هست. یک لطافت بسیار دقیق و ریزی در اینجا وجود دارد. خب جنها را ما نمیبینیم، در معرض دید ما نیستند. بدین خاطر و بدین مناسبت الله متعال میفرماید که هو السمیع العلیم. صفت علم الله متعال در اینجا مناسب تر هست. اما انسانهایی را که در معرض دید ما هستند، شرارت اونها را و مفسده اونها را ما میبینیم، احساس میکنیم، در اینجا الله متعال میفرماید که فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. الله متعال سمیع و بصیر هست، اعمال ظاهری اونها را الله متعال در واقع میبیند. و در جاهای دیگری الله متعال واسع و علیم را در کنار هم قرار داده. یعنی در عین این که الله متعال واسع المغفره هست، واسع الجود هست و واسع الاحسان هست، احسان الله متعال گسترده هست، در کنار آن علیم هست، میداند که چه کسانی شایستگی این گستردگی نعمت و احسان را دارند. الله متعال تواب و رحیم هست، توبه پذیر هست و مهربان هست. آنهایی که توبه می کنند توبهشان را قبول می کند و رحیم هست، بر آنها رحمت می فرستد، مورد رحم خودشان قرار می دهد و آنها را می بخشد. این اقتران نامه های الله متعال در قرآن کریم بسیار لطیف و ظریف هستند و معنی گسترده تری از معنی انفرادی اسماء و صفات الله متعال را بیان می کنند و به ما می رسانند. امیدوارم که الله متعال به ما توفیق بدهد که آشنایی دقیق و صحیحی رو از اسماء و صفات الله متعال داشته باشیم و پروردگار خودمان را بهتر بشناسیم و بهتر بتوانیم با الله و معبود خودمان ارتباط برقرار بکنیم و عبادتی که شایسته الله متعال باشد و در آن اخلاص و اتباع باشد انشاءالله انجام بدهیم. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا
وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي